شورش‌های خلقی در زمان سامانیان. گرچنده که زمان حکمرانی سامانیان نسبت به دیگر دولت‌های پیشتر دوره بهتر بود، ولی استثمار کشاورزان و هنرمندان از میان نرفت. در حالی که کشاورزان و هنرمندان حال خوبی نداشتند، ولی اندازها گران و گرانتر میشد. صاحب شدن منصبداران دولتی به دهها و شهر و ولایت‌ها باعث ناراضگی کشاورزان و هنرمندان در کشور گردید. یکی از این شورش‌های کلانترین در سال 874 در بخارا و نواحی آن شده بود. این شورش‌ها به مقابل ضبطکاری‌های حسین ابن طاهر که از خوارزم آمده بود سر زد. حسین ابن طاهر به مردم بخارا و نواحی آن ظلم زیاد میکرد. مردم به شور آمده قصر را به دست گرفتند و او را از شهر راندند. بعدها حاکم این شهر اسماعیل سامانی گردید. سال 875 مردم بخارا به مقابل اسماعیل سامانی نیز شورش کردند. اسماعیل سامانی با یاری زمینداران کلان و اشرافان شورش را سرکوب نمود. سال 907 در ولایت غور ابو بلال نام شخصی شورش برداشت. ابو بلال اساساً از اندازهای گران سامانیان راضی نبود. ابو بلال می گفت که این گونه اندازها در زمان صفاریان نبودند. اسماعیل سامانی با بگیش فرمود که این شورش را هر چی زودتر پخش نماید. پس از 70 روزی مبارزه این شورش پخش کرده شد. سالهای 913 914 در دیلم شورش کلان شده گذشت. این شورش را سامانیان با دشواری‌های زیاد فرو نشاندند. سال 916 مردم کمبیزاعت بخارا به شور آمده قصر امیر را غارت کردند. سال 930 وقتی نصر در نیشاپور بود، برادران او از حبس گریخته در بخارا شورش کردند. راهبر این شورش ابوبکر نانوای بود. شهر سمرقند برای سامانیان شهری خطرناک بود، چون که در این شهر شورش ها زیاد به وقوع می پیوستند. اکثریت شورش های عصر میانگی در خود شعارهای دینی داشتند.